بیمارستان تسخیر شده ویورلی هیلز. بیمارستان ویورلی هیلز در ایالت جنوبی جفرسون در کنتاکی واقع شده. در ابتدا 2 طبقه بوده که در اون از بیماران مبتلا به سل مراقبت می شده. با فراگیر شدن بیماری سل و نبود درمان مناسب برای اون، بیش از 64,000 نفر در این بیمارستان جان باختند. در بیمارستان ویورلی هیلز راهرویی به نام تونل بدن وجود داشته که بیمارانی که خودکشی کرده یا به هر نحو دیگه جان باختن رو بدون اینکه بیمارای دیگه ببینن به بیرون بیمارستان انتقال میدادند. اولین مکانی که در اون موارد ماورایی ثبت شده دقیقاً همین محله. امروزه از این راه رو صدای فریاد و گریه زنان شنیده میشه و سایه های سرگردان دیده میشه. اهالی خونه هایی که در همسایگی بیمارستان در اون دوره بودند از شبح های سیاهی میگفتند که دور تا دور بیمارستان سرگردانند و باعث وحشتشون میشده. هزاران شکایت از افرادی وجود داره که به عیادت خویشاوندان خود در این بیمارستان میرفتند و با اشباح روبرو میشدند. روح دختر جوان و کودکی که در حیات بیمارستان توپ بازی میکنه 2 مورد ثابت و بی آزار از ارواح سرگردان این بیمارستانند که از طرف افراد زیادی در سالهای متمادی دیده شده‌اند. اما ترسناکترین محل در ویورلی هیلز در 2 طبقه 3 و 5 هستند و همچنین اتاق 502 که محل خودکشی همزمان 2 پرستار بوده. یکی از پرستارا به وسیله یک طناب خودشو در اتاق حلق آویز کرده و دومین پرستار از پنجره به بیرون پریده. اما ماجرا وقتی عجیب میشه که صحنه دار زدن بارها و بارها در مقابل چشمان وحشت زده مردم کنجکاوی که به اتاق رفتند اجرا میشه و افرادی هم بودند که گفتن از حیات بیمارستان میبینن که زنی خودشو از پنجره اتاق 502 به بیرون پرت میکنه ولی نرسیده به زمین ناپدید میشه. در نهایت بیمارستان بسته شد و ساختمون در حال حاضر فقط در اختیار محققان حوزه ماوراءالطبیعه. چند شبکه تلویزیونی که برنامه‌هایی در ارتباط با این موضوع ساخته و روی آنتن بردن.